تصور کن سال 1632 وارد سالنی تاریک میشی. بوی دارو و مرگ در هوا پیچیده. مردانی دور جسدی جمع شدن. پزشکی رگ‌های بازوی بیجان رو به شاگردانش نشون میده. این فقط یک کالبدچه کافی نیست. این ورود به جهانی است که علم و هنر در هم تنیده شدند. این صحنه اثری جاودانه از رامبراند. درس آناتومی دکتر تو. سفارشی برای انجمن جراحان آمستردام. در اون زمان کالبدچه کافی عمومی فقط یک بار در سال اجازه داشت. جسد هم معمولاً از میان مجرمان اعدام شده انتخاب می شد. اینجا جسدی که می بینیم مردی است به نام آریسکین، کسی که به جرم دزدی اعدام شد. بدن بیجان او حالا به ابزاری برای آموزش تبدیل شده و همزمان به نمادی از قدرت علم و نمایش شکوه اون. رامبراند استاد بی همتای نور و سایه بیش از یک کالبدچه کافی رو ثبت کرده. نگاه کنید، شاگردان با دقت به بازوی جسد خیره شدند. اما همه به جسد نگاه نمی کنن. بعضیا نگاهشون مستقیم به سمت ماست، به سمت بیننده. انگار رامبراند میخواد بگه تو هم بخشی از این کلاس هستی. این نقاشی یک گزارش علمی خشک نیست، یه نمایشی از زندگی و مرگ، جایی که تضاد نور و تاریکی، سردی پوست جسد و آتش شاگردان برای فهمیدن مرز باریک میان دانش و مرگ رو به یادمون میاره. درس آناتومی دکتر تو فقط درباره پزشکی نیست، درباره آتش انسان برای فهمیدنه. حتی اگر بهاش شکافتن رازهای بدن یک مرد مرده باشه. رامبراند اینجا به ما یادآوری میکنه علم قدرته، اما در برابر مرگ انسان همچنان شکننده باقی میمونه. در ویدیوی بعدی سفر میکنیم به یکی از تکان دهنده ترین نقاشی‌های تاریخ، کشتی مدوسا اثر ژریکو، جایی که بدنهای بیجان دیگر ابزار آموزش نیستند، بلکه فریادی‌اند علیه بی‌عدالتی و مرگ. من آرام هستم. اگه دوست داری با هم در دل نقاشی‌ها سفر کنیم، این ویدیوها رو دنبال کن و نظرت رو برام بنویس. تا ویدیوی بعدی، بدرود.